بچه خوش اومدید این ویدیو بعد یه فنا فیلم بود که حال نداشتم و کلیم کار دارم یک داستانی رو درست میکنم، یه بار دارم دوباره درست میکنم، دهنم سرویس داره میشه. احتمالا ویدیو خاصی رو تو این کانال نتونید ببینید، هرچی باشه شورت ویدیو و اونم خیلی کم میذارم و اینکه اگر چالشی چیزی مجبور باشم انجام بدم خیلی کمه. این ویدیوهای خیلی خوب خیلی کم احتمال اینکه بذارم داره، به خاطر همین فعلا ویدیوی خاصی رو نمیتونم بذارم، چون برای ساخت یه دونه داستان بعد حداقل یک روز مثلا چند روز بشینم پشت سر هم دونه تیکه ها رو بسازم. بعد از همه بدتر اینه که من دوباره باید بشینم دونه به دونه این تیکه ها رو زیرنویس کنم و واسه یه سری تیکه آهنگ درست کنم. دهنم سرویس میگه بعد 2 ساعت بعد به رفیقام بگم بیان کارشو تموم کنیم و اگرم حافظه گوشیم بذاره که احتمال مجبور 100 ویدیو دیگه حذف کنم، احتمال اینکه این ویدیو بیاد دیگه حتمی میشه. البته اگر نیاز نباشه که 2 ساعت این کارو اون کارو کنم و اصلا روش کپی رایت نیفته، چون واقعا حال ندارم. آره تا من این پارکور رو تموم کنم درستی میشه 100 سال نمیدونم، حرف ندارم، فقط اینکه حساب کن. ممنون.